طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 31 دکبر سال 2018 در ولایت‌ها و منطقه‌های جمهوری فستیوال آزمون‌های چاروای ذاتی با مقصد خوش‌زاد نمودن چاروا، رشد ساحه چاروداری، افزون نمودن سرشمار و محصولات چاروا گذرانیده می‌شود. این نوبت فستیوال نمایش چاروای ذاتی در بازار کیانوش ناحیه دنغره با اشتراک رهبران مسئول وزارت کشاورزی، مؤسسه جمهوری ذات پروری، خوش‌زادکنی، باردارکنی سنی و خرید و فروش چاروا، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، رهبران مسئول ساحه کشاورزی شهر و ناحیه‌ها، متخصصان و چارواداران برگزار شد. واقعا رشد ساحه کشاورزی یکی از راه‌های بلند برداشتن اقتصادیات تاجیکستان میباشد. هدف برگزار کردن چنین فستیوال نمایش‌ها نیز در آن بود که چاروا خوش‌زاد گردد، ساحه رشد یابد و اقتصادیات پیشرفت شود. ساحه چارواداری منبع اساسی استحصال گوشت، شیر، تخم ماهی و عسل به حساب می‌رود. این تاکید پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان چارواداران را وادار می‌سازد که سمت فعالیت را به کلی دیگر نموده چارواداری را رشد تازه بخشند، به خوش‌زادکنی چاروا اعتبار مخصوص دهند. تطبیق برنامه‌های ساحه از جمله برنامه رشد ساحه چارواداری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022، جلب لایحه‌های مبلغ‌گذار، گسترش همکاری‌ها با دولت‌های پیشرفته دنیا، وارد کردن دستگاه و تجهیزات معاصر، دسترس نمودن بیش از 250 چاروای خوش‌زاد از خارج کشور امکانی واقعی فراهم آورد که در ولایت ختلان نیز هم سرشمار چاروای کلان شاخدار، هم مال میده و هم اسب افزایش یابد. ضمن بازدید از فستیوال نمایش چاروای ذاتی معاون رئیس ولایت ختلان ظاهرزاده امید طاهر، معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان موسی‌زاده نصرت الله و سردار مؤسسه جمهوری ذات پروری، خوش‌زادکنی، باردارکنی سنی و خرید و فروش چاروا میرزازاده مظفر در صحبت و ملاقات با چارواداران و متخصصان بار دیگر ضرورت و اهمیت خوش‌زادکنی، ذخیره بیشتری خوراک چاروا بخصوص خوراکی‌های شیره‌دار، آمادگی به معرکه نسل‌گیری، زمستان گذرانی، آموزش تجربه خواجگی‌های ذات پروری پیشقدم و دیگر عامل‌ها را اساس رشد چارواداری ارزیابی داشته چارواداران را با همکاری‌های ثمره بخش طرفین استفاده ثمرناک زمین و راه‌های رشد بخشیدن ساحه چارواداری هدایت کردند. نتیجه برگزاری چنین فستیوال نمایش‌ها گسترش همکاری‌ها با متخصصان دیگر دولت‌ها میباشد که امروز چارواداران اهمیت و ضرورت خوش‌زادکنی را خوب درک کرده هم در سکتورهای شخصی و هم در سکتورهای جمعیتی چارواداری را رشد تازه میبخشند. بخصوص کار خوبی خواجگی ذات پروری حصاری ناحیه فرخار، خواجگی محمد شفیعی ناحیه 5، کارخانه واحد دولتی زغیرتی اگنتی اموال تامینات مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر لیوکند، خواجگی سعادتی ناحیه خراسان، کوپراتیو استحصالی کانگورت ناحیه تیمورملیک، خواجگی های رحمان جان و سامان جانی ناحیه دنغره، کوپراتیو تجارتی چارواداری ناحیه وش، کوپراتیو تجارتی علی حمدانی شهر کلاب و چارواداران ناحیه‌های میر سعید علی حمدانی، دنغره، فرخار، خراسان، تیمورملیک، بالجوان، جلال‌الدین بلخی، جیهون، دوستی و کوشانیان تاکید گردید. نتیجه فستیوال نمایش چاروای ذاتی و فعالیت امروزه خواجگی‌های چارواداری ولایت در سمت خوش‌زادکنی، زمستان گذرانی، نشاندادهای استحصالی مورد تحلیل بررسی قرار گرفت. معاون رئیس ولایت ظاهرزاده امید طاهر، معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان موسی‌زاده نصرت الله و سردار مؤسسه جمهوری ذات پروری، خوش‌زادکنی، باردارکنی سنی و خرید و فروش چاروا میرزازاده مظفر ضمن برآمد خود فعالیت امروزه چارواداری، خوش‌زادکنی و تطبیق برنامه رشد ساحه چارواداری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 را در ولایت ختلان مثبت ارزیابی داشته برای باز هم بیشتر خوش‌زاد نمودن چاروا و ذخیره خوراکی چاروا دستور توصیه‌های سودمند دادند. فعالیت چارواداری و خوش‌زادکنی را در ناحیه‌های دنغره، خراسان و همدانی مثبت ارزیابی داشتند. این بود که 3 جای افتخارنامه‌های وزارت کشاورزی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و توفه‌های خاطره‌ای نصیب ناحیه‌های نامور شده گردید. در برابر این یک گروه کلان خواجگی‌های چاروادار و بهترین چارواداران نیز با افتخارنامه و توفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی شدند. از نگاه وطنداری در سمت خوش‌زادکنی و برگزار کردن چنین فستیوال نمایش‌ها مناسبت را به کلی دیگر باید نمود. شیرعلی سعید، شهرت سعیدов، نظرالله علیمov، جمشید قربانov، ناحیه دنغره، اخبار.